امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اولین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی چین که در شکل مجازی برگزار گردید اشتراک و سخنرانی کردند. سامیت تحت ریاست رئیس جمهوری مردم چین محترم سی جین پین صورت گرفت. سامیت با 30 سالگی برقرار نمودن مناسبت‌های دیپلماتی میان کشورهای آسیای مرکزی و چین بخشیده شده بود. اشتراکداران نشست در رابطه با حالت مناسبت همکاری کشورهای آسیای مرکزی و چین و دورنمای رشد من بعد آنها در دایره نشست آسیای مرکزی چین تبادل افکار انجام دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خود ثمره 13 ساله اخیر را در راه رشد رابطه‌های تاجیکستان و چین و تا سطح شریکی استراتژی همه‌جانبه برآوردن آنها بلند ارزیابی نمودند. ضمناً سرور دولت ما تشکل زمینه مساعدت حقوقی و شرطنامه‌ای، راه‌اندازی مکالمه دائمی سیاسی در روحیه اعتماد، نشاندهنده‌های بلند همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری از جمله تطبیق طرح‌های بزرگ انفراستراکچوری را نتیجه‌های نظررس این دوره دانستند. پیشوای ملت علاقه‌مندی تاجیکستان را به ادامه مکالمه سازنده سیاسی دو دولت در سطح عالی و با تدبیرهای نوی عملی غنی گردانیدن مضمون و مندرجه جنبه‌های گوناگون شریکی استراتژی جانب‌ها هم در چارچوب دو جانبه و هم بسیار جانبه تاکید کردند. در رابطه با این ساحه‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخصوص بخش‌های صنعت، انرژتیکا از جمله انرژی سبز، همچنین زمینه کلیدی اقتصادی سبز، نقلیات و تأمین حمل و نقل بی‌ممانعیت بارها، کشاورزی و اقتصادی رقمی از سمت‌های افضلیت‌ناک دانسته شدند. در سخنرانی خود پیشوای ملت همچنین گسترش مناسبت‌های همکاری را در عرصه‌های ذکر گردیده در قالب مکانیزم آسیای مرکزی چین از جمله اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را با مقصد توسعه سودای بین همدیگری و افزایش حجم تبادل مال، همچنین فراهم آوردن زمینه مساعد را برای جلب فعال سرمایه با تطبیق طرح‌های سودمند اقتصادی منطقوی از جمله در دایره تشبث یک کمربند و یک راه سازگار با منفعت‌های جانب‌ها ارزیابی نمودند. همکاری‌های فعال جانب‌ها در ساحه‌های تغییریابی اقلیم و تأثیر منفی عاقبت‌های آن به اقتصاد کشورهای منطقه مهم دانسته شد. مهمیت همکاری‌های هماهنگ در ساحه تندرستی بخصوص در شرایط پاندمی با مقصد ادامه همکاری‌های سودمند جهت پیشگیری و نظارت بیماری‌های سرطانی از جمله در دایره سازمان جهانی تندرستی تاکید کرده شد. در جریان ملاقات جانب‌ها وضع کنونی بین المللی و منطقوی را مورد بررسی قرار دادند. در این ضمن سرور دولت تاجیکستان ضرورت توسعه همکاری‌ها را در ساحه امنیتی با در نظر داشت وضع مرکب جهانی و منطقوی همزمان موجودیت تهدید و خطرهای مشترک تاکید کرد. در این ضمن مقاومت در برابر تروریسم، تندگرایی، جدایی‌خواهی و همزمان جنایتکاری متشکل ترانسمیلی، گردش غیرقانونی مواد مخدر از وظیفه‌های اولین درجه نامور شدند. در رابطه با این توجه حاضرین به وضع مرکب افغانستان جلب کرده شد. منفعت‌دار بودن تاجیکستان به استقرار صلح و ثبات در آن کشور بار دیگر تاکید کرده شده از دعوت سازمان ملل متحد جهت رسانیدن کمک‌های بشری به مردم افغانستان جانبداری صورت گرفت. در خاتمه سخن خود پیشوای ملت ذکر نمودند که تاجیکستان به ادامه همکاری‌های بسیار جانبه کشورهای منطقه بخصوص در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا و دیگر سازمان‌های بین المللی و منطقوی اهمیت خاصه می‌دهد. در این ضمن مهمیت رشد من بعدی همکاری‌های کشورهای منطقه در چارچوب آسیای مرکزی و چین تاکید گردید. سران دولت‌ها در خاتمه این سامیت اظهارات مشترک میان کشورهای آسیای مرکزی و چین را تصدیق کرده با وزیران کارهای خارجه برای تطبیق من بعدی پیشنهاد و تشبس‌های در چارچوب سامیت بررسی شده سپارش‌ها دادند.